الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. امشب شب احیا است. احیا به معنای زنده نگه داشتن، بیدار بودن، چطور میشه که انسان شبی را زنده نگه دارد، شب را به روز تبدیل کند، بیدار باشد و بیدار بماند. شب مردان خدا روز جهان افروز است. روشنان را به حقیقت شب ظلمانی نیست. با کدام چشم باید بیدار بمانیم و بشویم تا حقیقت مشاهده شود؟ بیداری با چشم سر نهایتاً مشاهده جلوه ها و زیبایی های فریبنده دنیا رو نصیب ما میکنه. ما با چشم سرمون بیش از زیبایی ها و زینت های دنیا نمیبینیم و خدای متعال فرمود که تمام این زیبایی هایی که با چشم سر شما مشاهده میشه زینت زمینه، ربطی به شما نداره. و این چشم سر شما که این زینت ها رو میبینه چشم مرکب شماست، چشم بدن شماست، چشم شما نیست. نه این چشم چشم شماست، نه آن زیبایی که میبیند زیبایی شماست. همین چشم مرکب شما، بدن شما، بعد حیوانی شماست و همون زیبایی هایی که میبیند زیبایی های مربوط به شما نیست. انا جعلنا ها زینتا للارض، اینها رو زینت برای زمین قرار دادیم. و جعلناها، زینت قرار دادیم برای زمین، نه برای شما. چشم خود ما
که اگر اون چشم ما باز بشه ما موفق به درک شب قدر شدیم. شب قدرمون رو احیا کردیم، زنده نگه داشتیم. شب بیداری ماست. شب احیا شب بیداریه. اگر متوجه این حقیقت شدیم که چشم ما این چشم سر ما نیست و فریب این چشم سرمون رو نخوردیم، گولمون نزد، زیبایی ها و زینت دنیا ما رو فریب نداد، دچار توهم نشدیم، یعنی چشم عقل ما باز شد و حقیقت رو اون گونه که هست مشاهده کرد. چشم فهم ما باز شد و حقیقت رو بی پرده و بدون حجاب مشاهده کرد. چی میشه ما گول میخوریم؟ چون چشم سرمون بازه، چشم عقلمون بسته است، به چشم سرمون اعتماد میکنیم. چشم سر ما سراب رو آب نشون میده. چشم سر ما نمیتونه تشخیص بده که این سراب آب نیست. شما چجوری میتونی بفهمی که اینی که چشمت داره نشون میده میگه آبه واقعا آب نیست، سرابه؟ با فهم. چون فهم داری فلذا همه گول نمیخورن. بچه ها وقتی تو جاده دارن میرن از دور تو تابستان وقتی نور خورشید میتابه به آسفالت زمین انعکاسش به چشمشون آب میاد، میگن تو جاده آب هست. هنوز فهم این که این آب نیست، سرابه ندارن. شما چجوری تشخیص میدی که اینی که چشمت داره میبینه این آب نیست، این سرابه؟ با فهم. بعضیا میگن خب فهم دیگه چیه؟ اینجا همون جایی است که فرمودند که شما آب تو بخور. دله شده بود آب بخوره، گفتن دله میشی آب بخوری عقلت کم میشه. گفت عقل دیگه چیه؟ گفتن هیچی، آب تو بخور. بسیاری از دانشمندان زمان ما که دوره آخرالزمانی منکر چیزی به نام فهم و عقل شدند. یعنی میگن فهم دیگه چیه؟ هیچی، شما آبتون رو بخورین. علم و قبول دارن، عقل و فهم و نمیفهمن.
عقل و فهم غیر از علمه، غیر از سواده. حواس پنجگانه ما خطا میکنه. خطای اینها رو کی میگیره؟ اشتباهات اینا رو کی میفهمه؟ عقل میفهمه، فهم و شعور میفهمه. اگر فهم و شعور نباشه هیچ چیزی رو انسان نمیتونه بفهمه. و این عقل و شعور چیزی است که خدای متعال به همه انسانها عنایت کرده. فقط باید بهش توجه بشه، ازش استفاده بشه، به کار گرفته بشه. باید یاد بگیریم که چجوری از عقلمون، فهممون، شعورمون استفاده کنیم تو زندگی. کسی که خیال میکنه هرچی بیشتر درس بخونه فهمیده تر میشه، خب معلومه که هیچ وقت نمیفهمه. اصلا نمیدونه فهم اضافه شدنی نیست، علم اضافه شدنیه، فهم داشتنیه. مراجعه کردن میخواد. یه حرفی رو که میشنوی میگی صبر کن، بذار فکر کنم ببینم درسته یا غلطه. ببینم درسته یا غلطه. چجوری میخوای ببینی؟ با کدوم چشم میخوای ببینی؟ میگی فهم دارم، شعور دارم، عقل دارم، با چشم عقلم. صبر کن ببینم. چرا کلمه دیدن رو به کار میبری؟ برای اینکه حقیقت دیدن اونه، چشم ما و حقیقت چشم ما اونه، نه این چشم سر. چشم سر ما یه خوراکی خوشمزه‌ایه برای حیوانات، همونطور که چشم گوسفند یه خوراکی خوشمزه‌ایه برای ما. کله پزی که میریم میگیم چشمم بذار. اونایی که میرن میگن چشمم بذار. این که چشم نیست، این خوراکیه، یه لقمه چپ ماست، چشم نیست. چشم حقیقی ما اونیست که وقتی یه حرفی رو میشنوی میگی صبر کن ببینم داری درست میگی یا داری غلط میگی. به کجا مراجعه میکنی؟ از کسی میپرسی؟ نه، میگی صبر کن، خودم میفهمم، خودم فهم دارم. فهم دارم یعنی خدا دارم، حقیقت تو وجود من هست، فطرت من الهیه. میتونم به فطرتم و خدا مراجعه کنم. خدا به من میفهمونه، حالیم میکنه، نشونم میده. خدا به من چشم عقل داده، چشم شعور داده. شب و روز داریم از این چشم استفاده میکنیم، اما وقتی میگن چشم تو باز کن، با این چشم اینو باز میکنیم، خیال میکنیم این چشم ماست. این چشم ما نیست، این چشم مرکب ماست، اسب ماست، بدن ماست. چقدر
فاجعه است که انسان چشم اسبش رو با چشم خودش اشتباه بگیره. میگن چشم تو باز کن، پلکشو باز نمیکنه، پلک اسبشو میاره بالا، میگه باز کردم. میگن آقا این اسبته، خودت نیستی، چشم خودتو باز کن. میگن شب احیاء، باید چشم خودتو باز کنی. شب قدر، باید چشم خودتو باز کنی. تا صبح بیدار میمونه، چشمش هم نمیبنده، نمیخوابه. این نیست، این مقدمه است. حقیقت بیداری ما بیداری از خواب غفلت. چشم خودتو باز کن. فلذا این همه شب قدر اومده و رفته، ولی ما درکش نکردیم. چرا فرمودن شب قدر رو باید درک کنی؟ درک یعنی فهمیدن، پیدا کردن. حقیقت شب قدر تو جان و وجود ما هست، پیداش کنیم. تو خودت بگرد. خدا داری، فهم داری، شعور داریم، عقل داریم. بیرون خبری نیست. بیرون اشاره میکنه به درون ما. گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خویش را در خویش پیدا کن، کمال این است و بس. بر محمد و آل او صلوات.